در تجربه کاری شما کدام نوع غذاهای ملی تاجیکی جهانگیر شدند؟ یعنی این نوع غذاها را مردمان مختلف در سراسر جهان قبول کرده توانستند و چرا؟ متاسفانه هیچ کدام از غذاهای تاجیکی سنتی تاجیکی هنوز جهانگیر نشده. 2 جای جهان است که غذاهای ما معروف و مشهور و محبوب شدند، یعنی جماهیر سابق اتحاد شوروی و مناطق از خاورمیانه در عربستان سعودی و در اسرائیل. غذاهای ما خیلی مشهور و محبوب است. سبب این است که مهاجران تاجیک دیگر بیش از 100 سال است که به این جایها رفتند و مهاجر شدند و غذاهای ما را توانستند معرفی بکنند. چرا به نظر شما به فرق از مردمان دیگر مردم تاجیک در تبلیغ و معرفی غذاهای ملی خود چندان موفق نشدند؟ نه که موفق نشدند، هنوز ما را در جهان نمیشناسند. مثلا چینی ها یا هندوستانی ها که دیگه صدها سال است که مردم غرب اونها رو میشناسن و غذاهاشون رو دیگه پذیرفتند. ما شکر خدا خوشبختانه تا 25-20 سال پیش در وطن خود بودیم و مهاجر نشده بودیم و شاید خوب است اگر غذاهای ما جهانگیر نشوند و مردم ما در وطن خود کار بکنند. و اگر خیلی خواستیم که غذاهای خود را تبلیغ کنیم، امروز در دوره اینترنت و فیسبوک و یوتیوب و اینا یک کار خیلی آسان است. ما هم بنده هم به این کار مشغول هستیم. شکر خدا ویدیوها برای یوتیوب میسازیم و غذاهای سنتی تاجیکی رو به جهانیان معرفی میکنیم. کتاب با رسپت غذاهای تاجیکی و زبانهای خارجی نشر کردنی نیست. البته رسپت های تاجیکی یک چیز خیلی نشر کردنی است و واقعا من قصد دارم یک کتاب چاپ بکنم به زبان عبری و یک پیشنهاد دارم که غذاهای ملی نگویم، غذاهای سنتی بگیم، چون که غذا پرچم نیست، پاسپورت نیست که ملیش بگیم و ملت یک چیزی تصوری است و غذا یک چیزی خیلی واقعی است. در چند برنامه شما من دیدم که درباره دوران کودکی خود در تاجیکستان با محبت گپ میزنید. نانوای خانه و بازار شاه منصور، نانپری تاجیکی و دیگر کلمه ها رو همین گونه تاجیکی به کار میبرید. احساس محبت به غذای تاجیکی از کودکیتون منشأ میگیرد. 2 سال پیش من رفتم زیارت تاجیکستان. وقتی که از فرودگاه آمدم بیرون آبی چشمم خود به خود ریخت. بیشتری عمرم بیرون از وطن گذشت و هر چیزی تاجیکی، هر چیزی که ربطی به تاجیکستان داشته باشد اگر بینم دلم گم میزنه. با فکر شما می شود تنها از راه تهیه غذاهای ملی تاجیکی در یک رستوران کشوری اروپایی موفق شد درآمد پولی زیاد کرد؟ متاسفانه فکر نکنم که اینجوری باشد، چون در حداقل 3 رستوران تاجیکی در اروپا در انگلستان کار کردم و هر 3شون بسته شدند چون موفق نبودند. هنوز مهاجران تاجیک در اروپا کم هستند و ساکنان اروپا هنوز نه تنها غذاهای ما را که نمیشناسند، هنوز نه که غذاهای ما عیبی دارد، اما باید وقت بیشتر بگذرد تا اونها با ما شناس بشن و البته من ایمان کامل دارم که غذاهای ما هم محبوب و معروف میشوند. شما وقتی تهیه غذا ویژگی های خود را وارد میکنید، یعنی از روی دیدی خود میتوانید در رسیپت های معروف یک تغییراتی وارد کنید. مثلا تهیه نان تاجیکی در روی سنگ در آشپزخانه عادی چگونه به سر شما آمد؟ پختن نان روی سنگ یک چیزی نیست که من اختراع کردم.
چون این نان سنگک است. برادران ایرانی ما این چنین نان میپزند و در اروپا هم یک چیزی است که پیتزا استون به زبان انگلیسی میگن پیتزا استون، یعنی سنگ پیتزا وجود دارد که آدما میتونن اونو وارد فری خانگی، یعنی دخافکی به اصطلاح روسی دخافکی خانگی وارد کنن و روی اون پیتزا رو بپزن و روند پختن پیتزا خیلی مانند روند پختن نان تاجیکی است. برای همین من از سنگ ها استفاده کردم. برای شما هنری آشپزی چی معنا داره؟ خرسند کردن مردم، دیگه هیچی. با کانال آزادی آبونه شوید و حتما لایک بگذارید. من رفتم برای زنم منتو میپزم. خدا نگهدار.